درود بر شما بیننده برنامه اخباری آزادی هستید و من مومین احمدی با همکارانم از دوشنبه و پراگ آخرین خبرهای روز را اینجا نشر میکنیم. امروز 9 ایون است. نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. در 2 سال 120,000 تاجیک شهروند روسیه شده است. خطر به امنیت ملی تاجیکستان یا امکانیت برای زندگی بهتر؟ Все, подарок грохтани бедина, намондумш грохтани. Ами олям даму ҷай мақсад подарок. Вид на жительство чи дорана? Мақсад именно паспортша нагирифт. اسرائیل درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را پذیرفت و گفت که حمله به ایران را بس کرده است. یک آموزگار از ناحیه نورآباد که هم لطوکوب شد و هم جریمه‌اش کردند میگوید اگر به دادش نرسند ترک کسب میکند. امیدم که وقتی قبضه می زحمت‌های عذابم زدن اولاد میکنم با جریمه میکنم با میگه که یگام چینی. مقامات میگویند تحقیق نشان داده است که مرزبان 19 ساله عادل جان اسلامزاده زیر ماشین باربر دولن مانده بر اثر زخم‌های برداشته‌اش در شفاخانه جان داده است. پیشتر پیوندانش در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که به این فرضیه باور ندارند چون در بدن او آثار شکنجه را دیدند. عادل جان اسلامزاده از شهر پنجکین ماه اکتبر سال 2025 برای خدمت به صف نیروهای مرزبانی در ناحیه همدانی جلب شده است. یک منبع در ریاست مرزبانی ولایت ختلان گفت حادثه روز دوم در منطقه کاکل ناحیه فرخار و در مرز با افغانستان رخ داده است که آنجا بازسازی راه جریان دارد. عادل جان اسلامزاده و چند سرباز دیگر برای پاسبانی راهسازان رفته بودند و عادل جان از نور آفتاب زیر سایه چرخ ماشین پناه برده است. راننده هم بی‌خبر ماشین را به حرکت درآورده او را زیر کرده است. نزدیکان عادل جان اسلامزاده ماه می امسال به رادیو آزادی گفته بودند که به فرضیه زیر ماشین ماندن او باور ندارند. مرگ سرباز 19 ساله چهارمین مورد هلاکت سربازان تاجیک در مدت کمتر از 2 ماه است. تنها در ماه اپریل امسال خبر مرگ 3 سرباز دیگر رسانه‌ای شده بود. مقامات رسمی گفتند که در 2 سال اخیر 120,000 تاجیک شهروند روسیه شدند. با وجود خبرها که روسیه نفرانی که تازه شهروندی میگیرند به جنگ ضد اوکراین جلب میکند، خواهشمندان شهروندی کم نشده است. همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف به مرکز مهاجرت روسیه در تاجیکستان رفتند و با آنهایی که قصد رفتن از وطن را دارند صحبت کردند. اینجا نمایندگی مؤسسه مرکز چند بخشی مهاجرت روسیه در تاجیکستان است. جایی که مهاجران قبل از سفر به روسیه گواهنامه سپردن امتحان زبان و تاریخ روس و معاینه طبی دریافت میکنند. اینها مهاجرانی هستند که تاکنون نتوانستند یا نخواستند مقام شهروندی روسیه را به دست آورند. любой آدمیزاد حساب زندگیش میروه کی کار کنیم مقصد زندگی را پیش بریم خونه بخری یا که زن گیری ما حساب همین خیسیم برفتیم. قدیم جان نعیموف 18 سال تجربه مهاجرت در روسیه را دارد. او در روسیه در بخش خدمت رسانی های منزلی و کمونالی بیشتر کار رسمی کرده است. برعکس شهروندان دیگری تاجیکستان که تلاش های زیاد دارند شهروندی روسیه را دریافت کنند، میگوید هیچگاه به این فکر نیست که تابع روسیه شود. همین последнее время нафоридом грохтам. مثلا خیش تورم بسیار شو گرفتم. سو подарок грохтани бедина, намондумш грохтани. Ами олям даму ҷай мақсад подарок. نگرفت. وید на жительство چی دارانه؟ مقصد ایمنا پاسپورتش نگرفت. اما برخلاف این اندیشه های قدیم جان 120,000 تاجیکستانی در 2 سال اخیر شهروند روسیه شدند. با این نشان داد شهروندان تاجیکستان در روی خط خارجیانی که شهروندی روسیه را صاحب شدند جای اول را گرفتند. روسیه در سالهای اخیر قانون و تنظیم مهاجرت را سخت کرده است. مهاجران تاجیک برای رهایی از این سختی ها و دریافت دیگر امتیازها تلاش میکنند شهروندی این کشور را به دست دارند. اما آیا همیشه داشتن تبع روسیه یک امتیاز است و یا پیامدی برای خود تاجیکستان نیز دارد؟ پیامدهای مثبت این تنها اقتصادی، یعنی انتقال مبلغ. دوم این گویم اگر تنجی آرامی
چقدر که به مهاجرت روند یعنی که سطح میگن نوروزگی سطح بیکاری پست می شود. اناکنون پیامدهای منفی یکم این اون است که روسیه میتواند هرگاه استفاده برد فشار روسیه هرگاه میتواند نه فقط مهاجران پیشتر گویم تنها ما میگفتیم که مهاجران استفاده میبرند ولی امکانات بیشتر میشود استفاده بری اون شخصانی که دو شهروندی دارند. این هم یک گویم اگر اهرامی فشار نسبتی دولت تاجیکستان است. این کارشناس همچنین عامل‌های چون ضعیف شوی صداقت به وطن و فرار مغزها یا کادرهای بلند اختصاص را از پیام‌های منفی این روند می‌داند. اما پروفسور رحمان الماسف با اشاره به سازشنامه دو شهروندی میان تاجیکستان و روسیه میگوید برای مهاجران تاجیک و تاجیکستان این روند از آن که خطر باشد بیشتر یک امکانیت است. پاکستان در همین سالهای آخر از ازبکستان دیده 5 مرتبه زیاد شهروندای ما شهروندی روسیه را گرفتن. برای چی؟ برای آنکه با ازبکستان اگر شهروندی روسیه را گیرد آنها باید که از شهروندی ازبکستان دست کشد. از آن ما برعکس هیچ دخالت نمی کند با شهروندی تاجیکستان دست کشد یا که دست نکشد. شخصانی که در روسیه حجتی شهروندی روسیه دارند امکانیت زیاد دارند برای زیست و زندگانی کردن. صرف نظر از امتیازهایی که روسیه برای شهروندان نوی خود می‌دهد به علت سطح بلند بیگانه ستیزی در این کشور آنها همانا آسیب پذیر میمانند. در درجه‌ای که گویا که تماما یک فاجعه وار باشد نه. بنا به آمار روسیه نزدیک به 800,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفتند که این تقریباً به 9% اهالی تاجیکستان برابر. مهم جان رحمانوف آموزگار از ناحیه نورآباد از مقامات تاجیکستان خواسته است که پرونده لط و کوب شدن او را از نو تحقیق کرده سببگار حادثه را جزای مناسب دهند وگرنه از تربیت فرزندان مردم دست میکشد. او بیانیه‌اش را در یک نوار ویدیویی روز 9 میون به رادیو آزادی فرستاد. از یک با اثر دیده برآیند همین اولاد به رهبریت دولت رسانیده شود و میخواهم که ترک همین ساحه کنم یعنی ترک ساحه آموزگاری کنم. ناامیدم که وقتی قبضه می قزحمت‌های عذابم زدن ولات میکنم با جریمه میکنم با میگه که یگام جنایت نیست حقوق ویران کنه 5 روز که بازم میخشوندنش تمام قدر قیمت ما که سال گذشته همین قانون درباره مقام آموزگار پیشوای معظم ملت امیر این با امضا رسون اینا هیچ که به نظر نگیرید. رحمانوف میگوید یکی از شاگردان را برای گپگردانی سرزنش کرده بود اما برادر او صاحبکار میرعلی آرزویف به جای اصلاح وضع 8 می آموزگار جوان را زده و هم به کشتن تهدید کرده است. اما دیرتر دادگاه آموزگار را جریمه بست و عامل لطکوبی او میرعلی آرزویف را 5 روز به حبس گرفت. هدف قانون درباره مقام آموزگار بلند برداشتن مقام آموزگار، حفظ شأن و شرف او، فراهم نمودن زمینه‌های مساعد رشد کسبیت و پیشبینی نمودن امتیازهای بیشتر برای آنها گفته شده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. یک مقام اسرائیل گفته است کشورش با درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمله‌ها به ایران را باز داشته است. همزمان نظامیان ایران روز 8 میون اعلام کردند که حمله‌های نوی آنها به اسرائیل پس از آتشبس ماه اپریل به پایان رسید. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. نظامیان ایران روز دوشنبه گفتند حمله‌های نو به اسرائیل را که نخستین حمله‌ها پس از آتشبس ماه اپریل بود خاتمه دادند. اما تهران تهدید کرد که اگر اسرائیل حمله‌ها به لبنان را ادامه بدهد ضربه‌ها را از سر خواهد گرفت. این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از اسرائیل و ایران خواست که تیراندازی را فوراً بس کنند. آغاز دوباره حمله‌ها قیمت نفت را در جهان تقریباً 4% بالا برد و تلاش‌های آمریکا را برای میانه‌روی در زمینه دستیابی به سازش برای ختم جنگ زیر خطر گذاشت. ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی دود را نشان می‌دهند که پس از حمله اسرائیل به کارخانه نفت و کیمیا در ماه شهر واقع در جنوب غرب ایران به هوا می‌پیچد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که در پاسخ به این حمله یک تاسیسات اسرائیل را در شهر
حیفا هدف گرفته است. در همین حال با صدا دادن بانگ خطر از حمله هوایی و پرواز موشک‌های رهگیر، اسرائیلیان به پناهگاه‌ها شتافتند. در حمله‌های موشکی ایران در نزدیکی شهر آریها در یک محله اشغالی در کناره باختری رود اردن یک موشک به زمین افتاد و به خانه در شهرک یهودی نشین آسیب رسانیده است. درخواست ترامپ برای قطع نزاع پس از آن صدا داد که او از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست از حمله‌های بیشتر به ایران خودداری کند. ترامپ گفت می‌خواهد از خللدار شدن مذاکرات صلح با تهران جلوگیری کند، مذاکراتی که هدفش ختم نزاع بیش از 3 ماه است. جنگ در آخر ماه فوریه و پس از حمله‌های مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. با وجود آتش‌بسی که در ماه اپریل به دست آمد، نیروهای اسرائیل جنگ را با حزب الله تحت حمایت ایران در لبنان ادامه دادند و حزب الله نیز پرتاب موشک‌ها به اسرائیل را قطع نکرد. ایران تاکید داشت که سازش آتش‌بس لبنان را نیز در بر می‌گیرد. ترامپ به اسرائیل فشار آورده است حمله‌هایش در لبنان را قطع کند تا برای سازش ختم جنگ با ایران زمینه فراهم شود. پس از حمله اسرائیل به هدف‌های حزب الله در یک محله نزدیک شهر بیروت، تهران به سوی اسرائیل موشک‌های بالستیکی انداخت. یک مقام نظامی اسرائیل گفته است که ایران از شام یک شنبه این جانب تقریباً 30 موشک بالستیکی را به سوی اسرائیل پرتاب کرده است. روز دوشنبه یک تلویزیون اسرائیل از قول مقام بلندپایه گزارش داد که اسرائیل با درخواست ترامپ حمله‌ها به ایران را بازداشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت آمریکا در هر گونه اقدام اسرائیل برای حمله به ایران مسئولیت مستقیم دارد. و در افغانستان با اقدام دست زدن که اگر آن عملی شود احتمال چنگ و غبار یا باد افغانی که همساله ساکنان تاجیکستان را اذیت میکند کم شود. تا سال 2003 در این کشور نیت دارند که بیش از 200 میلیون درخت شنانند و جنگلزارهای نابود شده را برقرار کنند. کیومرث عطا این گزارش را آماده کرده است. برای پرنده قفس نساز و در پیش خانه خود نیال غرس بکن. تا این درخت‌ها که فعلا مروج شده، بسیار پرنده های نوی در اینجا مهاجر شده آمده. سفیدارزار تازه بنیاد در کنار کابل، یک تلاش برای برقرار کردن جنگلزارهای افغانستان که در 3 دهه اخیر 50% نابود شده است. سازمان ملل متحد و بنیاد آقاخان از نهال شنانی در افغانستان پشتیبانی میکنند. فعلا اینمی چیزایی که در اینجا اعداد شده، درخت یا باغچه تقریبا یک نمونه است برای مردم. هر کس میاد از اینا دیدن میکنه و خوش داره که اونا هم داشته باشه. تلاش برای احیای جنگلزارها از سال 2023 در افغانستان آغاز شده است. سازمان‌های بین المللی گفتند که تا سال 2030 به مردم افغانستان کمک میکنند که تا 200 میلیون درخت شنانند. بنیاد جنگلزارها را یگانه راه کاهش گرد و غبار می‌دانند که همساله از افغانستان تا تاجیکستان می‌رسد و به محیط زیست و ساکنان زیان می‌رساند. نیال میشنان نیال چیز خوبی است، به محیط زیست فایده داره و اکسیژن بسیار خوبش تولید میکنه. آمدیم اینجا یک همکاری کنیم که یا کمک کنیم. زندگی ما سیاتی خود ماست دیگه، آلودگی هوا رو جذب میکنه دیگه، آب و هوای خاک دیگه، محیط سرسبز نگاه میکنه، سرسبزی دیگه به خاطر چوب شون چه بود، این یک فایده دیگه. حالا در چند ولایت افغانستان وابسته